آموزش پیشرفته ریاضیات نهم مبحث مجموعه ها. صورتهای نمایش یک مجموعه را به چند روش نمایش میدن. اولین روش نمایش تفصیلی هستش. عضوهای یک مجموعه را داخل آکولات می نویسیم. به چه صورتی؟ ببینید در اینجا من یک مجموعه 4 عضوی برای شما انتخاب کردم. 1 2 و 3 و 4. این یکی از حالتهاییه که عضوها رو در داخل یک آکولات نمایش میدیم. به اصطلاح هم به این میگیم نمایش تفصیلی. حالت بعدی نمایش هندسیه. عضوها رو در داخل یک شکل هندسی که معمولا دایره است. حالا شکل‌های دیگه هم داره، فقط دایره نیست، ممکنه تو مستطیل یا شکل‌های دیگه باشه، ولی معمولا دایره هستش. اینم نمایش میدم براتون. مثل این همین مجموعه آ رو دارم به این صورت نمایش میدم. 1 2 3 4. روش سوم اصطلاحاً بهش میگن نمایش توصیفی. در این روش به زبان ریاضی ما اعضای یک مجموعه رو معرفی میکنیم با نمادهای کوچکتر و بزرگتر و کوچکتر مساوی اونها رو نمایش میدیم. مثلا همین مجموعه آ رو من میتونم به این صورت نمایش بدم. x به طوری که x عضو اعداد طبیعی باشه و x کوچکتر از 5 باشه. البته میتونم به این صورت هم نمایش بدم. x به طوری که x جزء اعداد طبیعی باشه و کوچکتر و مساوی 4 باشه. هر دو اینا یک مفهوم دارن. اینجا خود 5 نیست، اما اینجا خود 4 هستش. خب اینا خیلی چیز ساده ایه و من مطمئن هستم که شما در این مورد اوکی هستید و خیلی راحت میتونید این 3 روش رو برای خودتون برای مجموعه ها به کار ببرید. اما بچه ها گاهی اوقات سوالات بسیار تکنیکی از همین چیزای ساده میدن که حل کردنش واقعا چالش برانگیزه. برای نمونه من یک مثال برای شما انتخاب کردم. یک مجموعه رو در نظر بگید x به طوری که x جزء اعداد صحیح باشه، x به توان 2 به اضافه 1 بزرگتر از 1 باشه و کوچکتر از 9 باشه. حالا میگه اعضای اونو نمایش بده. یعنی این الان به زبان ریاضیه ولی از شما خواسته مجموعه ها رو نمایش بدید. خب بچه ها من اینجا باید یه مقدار خلاقیت به کار ببرم و شکل و فرم اینو یه خورده بهتر و ساده تر کنم. مثلا اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که این به علاوه 1 رو از اینجا حذفش کنم. آیا میتونم این کارو بکنم؟ بله، به شرط اینکه از تمام جملات من 1 رو کم کنم. ببینید حالا اینجا نوشتمش، اما نگاه کنید من از 1 رو کم کردم. اینجا هم منهای 1 ببین منهای 1 رو از همه کم کردم و این کاملا از نظر علمی درسته. این کلا میشه 0. 1 منهای 1 میشه 0. این 1 منهای 1 هم میشه 0. دیگه تأثیری هم نداره، میتونیم دیگه 0 رو ننویسیم. 9 منهای 1 هم میشه 8. خب بنابراین میتونم اینو ساده شده شو به این صورت بنویسم. اما بچه ها بازم هنوز من باید یک خلاقیت های دیگه هم به کار ببرم. مثلا این توان 2 رو باید یه جوری از بین ببرم. آیا میتونم اینم مثل اون 1 از بین ببرم؟ بله، میتونم از همه جذر بگیرم. وقتی جذر میگیرم یعنی توان 2 رو میگیرم. به چه صورتی؟ به این صورت که نگاه کنید جذر 0 میشه 0. اما اگه جذر x به توان 2 رو بگیرم باید حتما قطر مطلق داخل قطر مطلق باشه، چرا که این یک قانونه و شما باید اینو رعایت کنید. خب اما به جای 8 هم میتونستم بگم 2 رادیکال 2، اما 2 رادیکال 2 تقریبا همون 2 - 8. البته شما جذر تقریبی میتونید بگیرید دیگه. این خیلی نزدیک به 9
و این عددم نزدیک به 3 هستش به این صورت. اما بچه ها هنوز شما یک کار اساسی رو انجام ندادید. مزاحم بعدی این قطر مطلقه. من باید حالا این قطر مطلق رو بردارم، اما اگر بخوام قطر مطلق رو بچه ها از بین ببرم، مثلا قطر مطلق x، من باید هر دو حالت x یعنی x مثبت و x منفی رو در نظر بگیرم. خب پس بنابراین این عدد من هم باید به همین صورت باشه. اما نکته بعدی دیگه هم هست، این یک عدد صحیح نیست. نگاه کنید گفته x جزء اعداد صحیح باشه، پس این 2/8 من جلوتر که نمیتونم برم. چرا؟ چون این مساوی نیست، باید برگردم عقب. اولین عدد صحیح قبل از 2/8 خود 2، پس من میتونم اینو باز فرمش رو خورده عوض کنم. اول قبل از اینکه قطر مطلق رو بردارم اینو برمیگردم اولین عدد صحیح. چرا؟ چون باید جزء اعداد صحیح باشه به این صورت. اما چرا مساوی گذاشتم؟ چرا؟ به خاطر اینکه این وقتی شما به سمت عقب برمیگردید یعنی اون در مجموعه شما هست. 2/8 خودش نیست، اما اعدادی که قبل از 2/8 هستن قابل قبولن، به خصوص عدد صحیحشو ما اینجا احتیاج داریم. اما نکته بسیار مهم اینه که بچه صفر الان نیست. صفر در این مجموعه من وجود نداره. چرا؟ چون اینجا مساوی نیست. حالا نوبت اینه که این قطر مطلق رو بردارم و مثبت و منفیشو رعایت کنم. برای همینم نگاه کنید این قسمت مثبتشه، این قسمت مثبتشو در نظر گرفتم و این قسمت منفیشه. x از خود 2 کوچکتره، البته مساوی هم هست. ببینید مساوی و کوچکتر اینجوریه. اینجا هم بزرگتر از منهای 2 و مساوی منهای 2، یعنی منهای 2 خودش هم هست. بنابراین اگه بخوام این مجموعه رو نمایش بدم حالا خیلی راحت میتونم. ببینید اول اینو اگه بخوام تشخیص بدم اعضاشو 1 و 2. خب اینجا هم چیه؟ خود منهای 2 و منهای 1. بنابراین چند عضویه؟ 4 عضویه. حواست باشه که اینها رو اشتباه نکنید. ببینید سوال تقریبا ساده‌ای به نظر می اما کلی دنگ و فنگ داشت. باید قطر مطلق رو بلد باشید، باید تشخیص بدید عدد صحیح رو چجوری باید برگردیم. چون این عدد صحیح نیست، عدد قبل از این رو انتخاب کنیم، چون باید در محدوده من باشه. نگاه کنید x از 0 بزرگتر شده، از این کوچکتر شده، بنابراین من باید دنبال 1 و 2 باشم چون عدد صحیح است. اما خود 0 رو دقت کنید من در این مجموعه قرار ندادم. خب مطلب بعدی که باز برای ما خیلی خیلی مهمه، تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه است که به صورت n عضوی اونو در نظر میگیریم. 2n. مثلا در اینجا من یک مجموعه 3 عضوی دارم. اینا حواستون باشه که این یکی که توی آکولاده متفاوت با این یکی و این ویرگولا نشان دهنده تعداد و اینم اینجا دیگه مجموعه تویی نیست، یک عضوی برای ب هست. برای اینکه من مجموعه های اینو بنویسم، این چون 3 عضویه 2 به توان 3 میشه 8 تا. 8 تا من باید بنویسم. اولین مجموعه توهیه که زیر مجموعه همه مجموعه ها هست. این الان چیه؟ این مجموعه توهیه. خب این الان این عضو تکی، اینو الان یک رو گرفتم زیر مجموعه. اما اگر اینو بخوام زیر مجموعه بگیرم، نگاه کن خودش چون آکولات داره، 2 تا آکولات هم شما باید بهش بدی. چرا؟ وقتی که قرار زیر مجموعه رو نمایش بدی باید اعضا رو تو آکولات قرار بدی تا مجموعه باشه. خب اینم که تکی هستش. ببین این عضو، در حالی که این همه جا هست، این مجموعه توهیه، زیر مجموعه هر مجموعه هست. خب فعلا تکیاشو نوشتم با توهی 4 تا، اما 4 تا دیگه هم باید بنویسم. 2 تا یا اول این یک رو با این می نویسم، دوباره یک رو با توهی هم می نویسم. حالا نوبت این یکی که تو آکولاده و دیگه تقریبا 2 تایی همه رو نوشتم، چیزی نمانده دیگه. نوبتی هم باشه نوبت 3 تاییه خودش، یعنی خودش زیر مجموعه خودش هست. خب این نمایش یک زیر مجموعه 3 عضوی شد.
اما باید یه نکته بسیار مهمم توجه داشته باشید که مثلا اینجا گفته تمام زیر مجموعه های دو عضوی این مجموعه رو بنویسید. اینجا یه نکاتی وجود داره که تکراری من میبینم. این 3 نو سوم همون 3 با اینا خط بزنم. این 5 به توان منهای 1 اگه توان منفی رو بخوای به مثبت تبدیل کنیم میشه 1/5 دیگه. پس این دوتا تکراری بود. یعنی من در اصل 3 تا عضو دارم، 5 نهم 3 1/5. پس بنابراین اول باید اینو خالصش کنم که این اضافی ها رو خط بزنم. خب مجموعه من 3 عضوی باشه به این صورت. حالا چون گفته 2 عضوی، یه بار این دوتا رو با هم میگیرم، یه بار این دوتا رو میگیرم. ببین اولی و دومی رو گرفتم، اولی و سومی رو میگیرم، حالا دومی با سومی. باید تکراری نباشه دیگه. خب بچه توجه داشته باشید که گفته تعداد مجموعه های 2 عضوی شو. دیگه بیشتر از 3 تا من نمیتونم بنویسم چون 3 عضو داره دیگه. حواست باشه که کل زیر مجموعه ها رو نخواسته، فقط 2 عضوی ها رو خواسته. خب موضوع بعدی که درسنامه‌اش تو این فصل برای ما خیلی مهمه. ببین ما درسنامه ها رو در عرض چند دقیقه براتون میگیم، بعدش هم حتما سوالات مربوط به این فصل رو حتما در یک فیلم جداگانه براتون حل میکنیم. عدد اصلی مجموعه چیه؟ تعداد اعضای یک مجموعه رو میگن اون عدد اصلی. مثلا فرض کنید اینجا ببین 4 عضویه. این n کوچولو که اینجا میبینید داره نمایش میده که مجموعه A من 4 تا عضو داره. نکته دیگه که باز خیلی مهمه و به عنوان تذکر من اینجا نوشتم اینه که همین الان عملا هم دیدید عضوهای تکراری رو ما نباید بشونیم، یعنی اونا رو باید خط بزنیم، باید حواسمون باشه. مثلا در اینجا یه مثال دیگه براتون انتخاب کردم. ببین 14 دوم همون هفته، رادیکال 49 هم همون هفته، اما این خودش متفاوته، این 7 نیست چون آکولات داره، این 2 عضویه. پس وقتی که من میخوام عدد اصلی یک مجموعه بشمارم اول باید اون تکراریاشو حذف کنم. زیر مجموعه محض چیه؟ خب یه نکته دیگه هم باید حواستون باشه که یه چیزی داریم به نام زیر مجموعه های محض. اگر یادتون باشه گفتیم که هر مجموعه زیر مجموعه خودش هست. اون چیزی که مربوط به خودشه، زیر مجموعه خودشو اگه بذاریم کنار، بقیه که باقی میمونن میشه مجموعه محض. بنابراین در اصل ما همچین رابطه ای داریم. تا کل زیر مجموعه ها با خودش میشد 2 به توان n، اما یکی ازش کم کنیم میشه زیر مجموعه محض، یعنی خودشو کنار گذاشتیم. یک مثال با هم دیگه در این رابطه حل میکنیم. تعداد زیر مجموعه های محض یک مجموعه شده 63 تا. میگه حالا چند تا عضو داره؟ خب خیلی ساده است، به راحتی میتونیم حل کنیم. همین الان گفتیم که 2 به توان n منهای 1 میشه محض. محض چند تاست؟ 63 تا. این منهای 1 باید بره اونور مثبت بشه با 63 جمع بشه میشه 64. حالا برای اینکه سرعت عملتون زیاد بشه دقتتون بره بالا، به جای 64 مثلا 8 به توان 2 رو بنویسید. بعد به جای 8 هم میتونید 2 به توان 3. بعد این دوتا رو در هم دیگه ضرب میکنید میشه 2 به توان 6. خب حالا پایه ها یکیه، توان ها باید با هم برابر باشن. یعنی چی شد؟ 6 عضوی هستش. مجموعه توان یک مجموعه چیه؟ خب دقت داشته باشید که اینا در کتابای درسی شما نیست، اما ما داریم ریاضیات پیشرفته رو میگیم، یک لول بالاتره. حالا در ادامه اگر همراه ما باشید و در کانال یوتیوب ما عضو بشید به مرور متوجه میشید که ما داریم ریاضیات شما رو بتون آرمه میخوایم بکنیم. با این هدف شما میتونید چندین هدف رو در نظر بگیرید. میتونید برای کنکور آماده بشید، میتونید برای آزمون‌های تیزهوشان و نمونه دولتی و اینا هم خودتون رو تقویت کنید. خب مجموعه‌ای که توانه یعنی چی؟ ببینید هر مجموعه‌ای برای خودش زیر مجموعه داشت. خب اگر شما بیایید زیر مجموعه های یک مجموعه رو به عنوان عضو برای یک مجموعه به نام توان در نظر بگیرید، این مجموعه توان رو میتونید اینجوری تشخیص بدید.
برای اینکه اینو خوب متوجه بشید من یک مثال میزنم. یک مجموعه A رو در نظر بگید، تک عضویه، فقط 5 عضو. حالا میگه که توان این مجموعه، اول بچه من باید قسمت داخلو ببین، اول اینو به دست میارم، اول توان اینو میخوام به دست بیارم. برای اینکه توان مجموعه آ رو به دست بیارم باید زیر مجموعه آ رو بلد باشم. مجموعه آ چون تک عضویه، 2 به توان n میشه چی؟ 2 عضوی دیگه. یکیش توهیه، توهی زیر مجموعه هر چیزی هست، یکی هم خودشه دیگه. خب باید حواست باشه الان این زیر مجموعه است، دقت کن. ممکنه بعضی از بچه‌ها بگن آقا اینجا این عضوه، این که آکولات نداشت، شما چرا بهش آکولات دادی؟ برای اینکه این زیر مجموعه است. توجه کن این چیه؟ این زیر مجموعه است. حتی میتونستم اینو به این صورت هم بنویسم، یعنی رو آکولات بکشم، هیچی داخلش قرار ندم. اینم درست بود، اما این به هر دو روش قابل قبوله. اینا حواست باشه اینا اعضا نیستن، اینا زیر مجموعه هستن. ببین اونجا گفتیم چی؟ زیر مجموعه باید باشه. و اشتباه در اینجا معمولا اینه که شما اینا رو با عضو قاطی میکنید. اینا زیر مجموعه هستن. زیر مجموعه های این مجموعه A عضو توان A. خب حالا دوباره قراره که زیر مجموعه های اینم داشته باشم. نگاه دوباره زیر مجموعه این الان دیگه این 2 عضویه. خب زیر مجموعه های این چی میشه؟ یکی حتما خود توهیه. نگاه کنید توهی همه جا هست. این الان چیه؟ اینه، این عضو داخل آکولات قرار گرفت شد زیر مجموعه. این دوباره نگاه کن آکولات داشت، دوباره یا آکولات دیگه میگیره چون قرار دوباره زیر مجموعه بشه. و یک زیر مجموعه 2 عضوی هم داره دیگه. تکیه‌هاشون رو نوشتم، تکیه این با تکیه این. اینم چیه؟ اینم توهیه دیگه. اولی توهی، آخری هم خود مجموعه است. بقیهش که حالا تکیه می نویسیم، دوتایی می نویسیم، بستگی داره چند عضوی باشه دیگه. این الان شد توان مجموعه آ که چند تا عضو داره؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا عضو داره. اجتماع و اشتراک دو مجموعه چیه؟ ببینید اجتماع یعنی این که شما تمام عضوهایی که در مجموعه آ وجود داره در نظر بگیرید. ببین این تیکه که هنوز اشتراکش رو با ب در نظر نگرفتم، اونم باید در نظر بگیرید. اما این اشتراک یک بار برای بی و برای آ حساب میشه، یعنی تکراری نباید باشه. اینم مجموعه آ. خب این میشه اجتماع دو مجموعه آ و ب. به زبان ریاضی هم به این صورته. اما توجه داشته باشید این یا که من به صورت با فونت درشت اونو نوشتم چون هدفی دارم. وقتی که شما اجتماع دو مجموعه رو در نظر میگیرید کلمه یا رو به کار میبرید. چرا؟ این اعضایی که شما انتخاب میکنید ممکنه عضوهای آ باشن یا ممکنه ب باشن، برای همین گفته یا. حالا در ادامه اشتراک رو میگم، تفاوت اینو قشنگ متوجه میشید. اشتراک یعنی یه چیزی که هر دو داشته باشن، یعنی این قسمتی که من دارم رنگ میکنم. اما نگاه کنید اینجا تعریف چه فرقی کرد. اینجا و رو من قرار دادم، به جای یا و رو به کار میبریم. البته من اینجا ویرگول زدم ولی شما میتونید از کلمه و استفاده کنید. یعنی اینکه ایکسا هم در آ وجود داره و هم در ب وجود داره. یعنی اینها، این اعضایی که شما انتخاب کردید در این قسمت رنگی مشترکه، یعنی هم برای مجموعه آ حساب میشه هم برای مجموعه. برای همین هم دیگه یا به کار نمیبریم، یا زمانی به کار میبریم که اجتماع باشه. خب بریم با نمودار ون اینو سی منهای پرانتز آ اشتراکش با ب رو در یک شکل نمایش بدیم. من اول از همه سی رو دارم براتون نمایش میدم. سی همین دایره است که داره چشمک میزنه. خب من باید قدم به قدم برم جلو دیگه. یعنی اول سی رو مشخص میکنم در این شکلی که برای خودم کشیدم. یک نمودار چیه؟ ونه. خب بس برای سی مشکلی ندارم. قدم دوم اینه که اشتراک آ و ب رو بکشم که اینم یه چیز خیلی ساده ایه. ببینید اشتراک بین آ و ب. بس دارم اینو نمایش میدم. الان سیرم که متوجه شدید. حالا میخوام جواب نهایی یعنی سی منهای اشتراک آ و ب رو نمایش بدم. به این صورت در اومد. چرا؟ ببینید این قسمتی که الان سفید شد در مرحله قبل یعنی آ اشتراک ب اینجا رنگی بود.
حالا چرا بس من رنگشو برداشتم؟ به خاطر اینکه گفتم منهای اشتراک آ و ب، یعنی اینا نباید باشه. ببین جواب الان فقط قسمتی که داره چشمک میزنه و رنگیه، پس جواب نهایی میشه سی و این تیکه، این که دارم نمایش میدم، اینو باید حذفش کنی، یعنی نباید این قسمت رنگی باشه. مجموع مرجع و متمم چیه؟ خب اینم در کتاب شما وجود نداره، اما خیلی مهم هستش و سوالای بسیار چالشی ممکن از اینجا بدن که به خصوص با رسم نمودار ون راحت میتونید سوالات خیلی خفن این فصلم به راحتی جواب بدید. به مجموعی که شامل همه مجموعه های مورد نظر باشه مرجع، یه چیزی که انگار جهانیه، یعنی همه چی تو اون باشه. البته مرجع شما ممکنه خیلی بزرگ باشه، مثلا مثل اعداد صحیح باشه، اعداد طبیعی باشه، اعداد گویا باشه که خیلی بزرگه، بی پایانن، اما میتونید یک مرجع در نظر بگیرید که محدود باشه. مثلا من اینجا یک مرجع محدود در نظر میگیرم، این قسمتی که هاشور زدم اسمشم میذارم M، چون مرجع رو با M نمایش میدیم. خب یک مجموعه آ که به رنگ زرد داخل یک دایره نمایش دادم، این مجموعه آ هستش که الان آ در از زیر مجموعی از مرجع هستش، یعنی در داخل M هستش. خب اما یه چیزایی هم هست که در مرجع هست، این قسمت هایی که دارم نمایش میدم هاشوره، ولی در A نیست، به اون میگیم متمم آ. ببین ما دو تا چیز اینجا میخوایم یاد بگیریم، یکی مرجع و یکی متمم. چیزی که در درون این دایره زرد نیست اما در درون M هست به اون میگیم متمم. خب ببینیم چه رابطه‌ای بین اینا وجود داره. الان خود متمم رو میخوام به زبان ریاضی برای شما تعریف کنم. x به طوری که x جزء مرجع من باشه اما x عضو آ نباشه، یعنی بیرون از دایره زرد اما داخل M هر چی باشه میشه آ پریم. حتی اگر اینجا یه مجموعه دیگه ای داشته باشیم به نام ب، اون ب در اصل جزء آ پریم یا همون متمم قرار میگیره. خب نکته بعدی که الان متوجه شدید، مجموعه آ زیر مجموعه امه. ببینید زیر مجموعه امه. اگر بخوام مجموعه آ رو با ام اجتماع کنم، چون ام بزرگتره و شامل مجموعه آ هم هست و من قرار نیست که تکراری بنویسم، که برای همینم وقتی مرجع ام رو انتخاب میکنم در اصل همون مجموعه آ رو انتخاب کردم. اما برای اشتراک برعکسه، اگه بگن اشتراک آ و ام چیه، کوچیکه رو باید انتخاب کنی دیگه، یه چیزی باشه که هم در آ باشه هم در ام. آ چون در از جزئی از امه، خب همه این A چون زیر مجموعه ام هم بود میتونستی این نتیجه رو بگیری دیگه. برای اشتراک همیشه مجموعه کوچیکه که زیر مجموعه یک مجموعه دیگه است انتخاب میکنید، اما برای اجتماع مجموعه بزرگه رو انتخاب میکنید. خب بریم چند تا نکته دیگه هم با هم کار کنیم. ببینید اگر مجموعه M مرجع در نظر بگیرید و مجموعه A رو ازش کم کنید میشه متممش دیگه، یعنی چیزی که در M هست اما در A وجود نداره، خب اون میشه آ پریم دیگه. خب اینم یک تعریف دیگه، حتی میتونی آ پریم رو به این صورت هم تعریف کنید. یا مجموعه آ منهای ب، حتی میتونی اینجوری بگی، چون میگه منهای ب در ب نباشه میتونی این منهای ب رو با ب پریم نمایش بدی، البته با اشتراک. حواست باشه که اشتراکش رو در نظر بگیری و اجتماع رو در نظر نگیری. پس اگر بخوام آی منهای ب رو به یک زبان دیگر ریاضی بگم میتونم اینجوری بگم. خب سوالات چالشی از شما میپرسن، مثلا به صورت 4 گزینه‌ای میگن کدام گزینه درسته و شما وقتی اینو میبینید اگر این مرجع و متمم رو بلد نباشید نمیتونید به این سوال جواب بدید. پس بنابراین بچه ها حواستون باشه آی منهای ب برابر با آ اشتراک با متمم یا ب پریمشه. خب نکته بعدی اینه که بین آ و آ پریم، یعنی بین خودش و آ پریم هیچ چیز اشتراکی وجود نداره. توهیه. چرا؟ آ پریم یعنی چیزی که در آ نباشه دیگه، اگه نباشه که نمیتونه. اما وقتی که آ اجتماع با آ پریم رو میگیم، یعنی اون چیزی که در آ نیست و خود آ با هم میشن ام دیگه، یعنی این قسمت هاشوره با این قسمت زرده رو با هم در نظر بگیرم میشه ام.
خب این خیلی ساده تر بود. اما یه نکته بسیار بسیار جالب، اگر مرجع رو متمم کنم، ببین مرجع متمم بشه یعنی چیزی که در ام نباشه دیگه هیچی باقی نمیمونه، کلا میشه تویی. اما نکته بسیار خوشگل ترش، اگر متمم تویی رو بگم، ببینید اگر متمم تویی رو بگم میشه خود مرجع، چون این دوتا برعکس همن دیگه. شما میتونید اینجا فلش رفت و برگشت بزنید، همه اینا یه جوری با هم در ارتباط هستن. خب اما بریم سراغ قوانین دمورگان که بچه طوفانی عمل میکنه. آقای دمورگان کسیه که میتونه پرانتزها رو مثل بمب ترک کنه. نگاه کنید، پرانتز که میبینید، سوالات چالش برانگیز که میبینید، میتونید با استفاده از قوانین دمورگان اونو تیکه تیکه کنید و اونو به تیکه های کوچیکتر که قابل فهم باشه تبدیل کنید. نگاه کنید، اگر گفته باشه آ اجتماعش با ب داخل پرانتز اما متممش، یعنی چیزی که در اجتماع آ ب نباشه، اون برابر میشه با اشتراک آ پریم و ب پریم. خیلی جالبه. نگاه کنید بچه چجوری پرانتز رو میترک کنه. ببین اینجا پرانتز به من اجتماع میده، اما اگه بخوام پرانتز رو بردارم اشتراک به من میده. این نقیضه، حواست باشه. با نقیض کردن یعنی به متمم تبدیل کردن راحت اجتماع به اشتراک. حالا اینجا نگاه کنید، اینجا برعکس. اگر آ اشتراکش با ب باشه و تو پرانتز متمم باشه، یعنی چیزی که در اشتراک آ و ب نباشه، مساوی میشه. ببین اون اولا اون متمم میاد رو هر دوتا قرار میگیره و این علامت برعکس میشه، اینجا اشتراک اینجا میشه اجتماع و پرانتز نابود میشه. نگاه کنید، ما با این قانون دمورگان آمدیم این پرانتز رو نابودش کردیم. فقط حواست باشه دمورگان اجتماع رو به اشتراک، اشتراک رو به اجتماع تبدیل میکنه. خب بریم یه قانون دیگه ازش یاد بگیریم. نگاه کنید چه خبره، انواع اقسام پرانتزا رو میبینید، اشتراک و اجتماع رو همه رو با هم میبینید، اما دقت داشته باش. میگه آ اشتراکش با ب اجتماعش با آ پریم، یعنی ب اجتماعش با چیزی که در آ نباشه، آخرش به چه صورتی در میاد. ببین اینجا این علامت باقی میمونه، آ اشتراکش با ب. یعنی حواست باشه. ببینید چرا؟ چون آ با آ پریم هیچ اشتراکی نداره، چون اگه بخوام اشتراکشو بگیرم این آ پریم نابود میشه، اما به شرط اینکه علامت اجتماع بشه اشتراک. همیشه قانون دمورگان وقتی داره پرانتز نابود میکنه اون علامت رو برعکس میکنه. ببین اجتماع رو به اشتراک تبدیل میکنه، اما اینجا میخوایم اجتماع آ رو در نظر بگیریم با این. خب من چون هدفم اجتماع هستش، خب حالا اگر بازم بخوام اونو ب رو اشتراکش با آ پریم بگیرم، چون اینجا آ پریم چیزیه که در آ وجود نداره، نمیتونه با آ هماهنگ بشه، باید بیایم چیکار کنیم؟ این علامتی که اینجا وجود داره رو از بین ببریم و پرانتز رو نابود کنیم و آ پریم رو برداریم. فقط نگاه کن، اگر این داخل پرانتز رو ببینیم این نابود میشه، اگه میخوای به این صورت بنویسی و برعکس بشه، یا اینو نگرش دار، خب اینو از بین ببر با آ پریم، به این سادگی. یعنی آ پریم ها از بین میره، پرانتز برداشته میشه، خب بعد این علامت هم نابود میشه، این باقی میمونه به این صورت در این حالت. خب بریم یک مثال از نمودار ون با استفاده از قانون دمورگان حل کنیم. میگه اینو در یک شکل نمایش بدید. آی منهای ب رو گذاشته تو پرانتز، بعد متممش رو گرفته، بعد اجتماعش رو با سی گرفته. خب من باید شکل بکشم. اول اینو میکشم، آی منهای ب. ببین صورتیه پاسخ منه. من گفتم آی منهای ب باید کامل سفید باشه. به سی کاری نداریم ما، چون سی قرار نیست که کم بشه، که گفته آی منهای ب، نگفته آی منهای سی که. پس بنابراین این قسمتی که با سی مشترکه سر جاش هست، اما چیزای مشترک با ب باید از بین بره. خب این یه قدم.
قدم دوم اینه که باید حالا این قسمتی که به دست آوردم متممش رو به دست بیارم، یعنی برعکس کنم. این قسمت هایی که سیاهه و سفیده همش باید بشه بنفش. نگاه کنید، یعنی برعکس میشه. نگاه کن، این قسمتی که الان جواب بود اتفاقا الان جواب نیست، بقیه که نبودن حالا میشن. چرا؟ چون داریم متمم میگیم آنچه که در این نیست، آنچه که در آیه منهای ب نیست. خب آنچه که در آیه منهای ب نیست، باید حواست باشه که این مرجع است دیگه. این چی الان؟ مرجع است. خب ولی مرجع من، خب این وقتی که میگم آیه منهای ب اول میشه این شکل، اما وقتی میذارمش تو پرانتز علامت متمم رو میذارم، باید این قسمتی که رنگی بود رنگش رو از دست بده و اون یکی که قبلا رنگی نداشت باید اون رنگ رو به خودش بگیره. خب حواست باشه که این سیاه هم، این سیاه در اصل خود آ پریم و ب پریم هم هست، این قسمت سیاه، و اون جواب من هستش. خب فعلا تا اینجا پیش رفتم. حالا میخوام اجتماع کنیم. حالا میخوام اجتماعشو با سی بگم. سی خودش چیه؟ دایره سی. نگاه کن، این الان فقط خود سیه. حالا این دوتا توجه داشته باشید، نگاه کنید، الان این دوتا شکل رو با هم در نظر بگیر، با هم دیگه در نظر بگید. چرا؟ حالا میخوام همه رو با هم در نظر بگیرم دیگه. اجتماع هستش. چه شکلی میشه؟ نگاه کن، فقط تنها چیزی که نابود شده و رنگ نداره A هستش. نگاه کن، این چون این قسمت از بین رفت، آیه من آیه ب شد دیگه. خب بعد چون آمدم علامت متممه گذاشتم، بقیه هستش دیگه، الان اینا وجود دارن. خب حالا این تیکه سی، چون سی کامل هست، این یه تیکه هم بهش اضافه شد. نگاه کن، این یه تیکه که الان دارم نمایش میدم با علامت این اجتماع، اینم به این برمیگرده. میبینید؟ پس ببینید نمودار ون واقعا طوفانی عمل میکنه. اگه اینا به صورت عدد باشن واقعا گیج میشی، اما وقتی به صورت نموداری باشه و بدون عدد مخصوصا خیلی با سرعت میتونی اینا رو حل کنی. خواص و قوانین اجتماع و اشتراک. اولین خواصی رو که میخوام براتون توضیح بدم خاصیت جابجاییه. خاصیت جابجایی مثل رفیقن، فرق نمیکنه. ببین وقتی میخوان وارد یه خونه میشن، اول شما بفرمایید، نه اول شما بفرمایید، اینجوریه. یعنی فرق نمیکنه که اول کدوم مجموعه باشه، آخرش یکیه. تو اشتراک با هم یه چیزی شریکی دارن، خب فرق نمیکنه که شما اول مجموعه B رو بنویسی یا A. اینو میگن خاصیت جابجایی. اما یک خاصیت دیگری هم اینا دارن به نام خاصیت شرکت پذیری یا تعویض پذیری. این خاصیت میگن شرکت پذیری، یعنی مهم نیست که شما اول دوتای دوم رو با هم در نظر بگیری تو پرانتز جوابشو با اولی، یا دوتای اول رو در نظر بگیری با سومی. این برای اجتماع. برای اشتراک هم هیچ فرق نداره، اول اشتراک ب و س رو به دست بیاری با آ، یا اینکه اشتراک آ و ب رو به دست بیاری با س بسنجی، هیچ فرقی نداره. به این میگن خاصیت شرکت پذیری که با این چیزایی که الان شما یاد میگیرید در فیلم آتی که قرار نمونه سوال از این فصل کنیم، همه اینا اونجا برای شما کاربردی هستن. و یک خاصیت دیگر که میتونه مثل حلقه های زنجیر، مثل بمب هایی که پشت سر هم میترکن و تمام زنجیرها رو از هم متلاشی میکنن، خاصیت توزیع پذیری یا پخش پذیریه. نگاه کنید اینجا آ اجتماعش با اشتراک آ بوده، شما میتونید این اشتراک رو در وسط قرار بدی. اینو نگاه کنید، مثل اینی که یه بار آ رو با ب اجتماعش در نظر بگیر، یه بارم آ رو با س در نظر بگیر و این علامت هم باید وسط قرار بدی. انگار مثلا یک جمله‌ای در دو جمله‌ایه. این تکنیک رو بهت یاد دادم که اشتباه نکنی. همینطور برای اشتراک هم همینجوریه. نگاه کنید اینو یه بار با ب در نظر بگیر، یه بار با سی در نظر بگیر و این علامتیم که اینجا وجود داره باید بیفته وسط. این خاصیت توزیع پذیری و پخش پذیری
به راحتی میتونه سوالات خیلی خفن و سوالات خیلی مشکل و مثل آب خوردن حل کنه، به شرطی که اینا رو بلد باشی. یه مسئله هست به نام بسته بودن یک مجموعه نسبت به یک عمل. ما 4 تا عمل ریاضی داریم به علاوه منها، ضرب و تقسیم. این 4 عمل اصلی ریاضی هستن. مجموعه ها به 2 دسته از این نظر تقسیم میشن: مجموعه هایی که باز هستن و مجموعه هایی که بسته هستن. اونایی که بسته هستن یعنی این که مثلا مثل به علاوه و ضرب در که من به رنگ قرمز کشیدم، اینا بسته هستن. مثلا اعداد طبیعی رو شما در نظر بگیرید، با هم جمع بزنیم یا ضرب کنیم، همیشه اون حاصل در اون اعداد طبیعی یا اعداد صحیح پیدا میشه. اما من، تفریق و تقسیم فرق داره. برای نمونه مثلا به خصوص به اعداد طبیعی، من الان 1/4 میکنم، جواب میشه -3. الان نسبت به اعداد طبیعی چی شد؟ بازه. یا بازه یعنی چی؟ میزنه بیرون. در بازه، هیچ حساب کتابی وجود نداره، هر که دوست داره وارد میشه خارج میشه، اینطوریه. الان -3 دیگه جز اعداد طبیعی نیست. پس این تفریق به نسبت به اعداد طبیعی چی شد؟ بازه. تقسیم رو در نظر بگیر، مثلا من عدد 2 رو میخوام به 3 تقسیم کنم. خب این ممکنه عدد گویایی باشه، اما نسبت به عدد طبیعی یا به عدد صحیح دیگه بسته نیست. پس بیاین چیکار کنیم بچه ها؟ این 2 تا آبیه رو پرت کنیم بیرون، چون اینا بسته نیستن. ببین اونایی که بسته هستن من نگرشون داشتم، همین 2 تا که دارن چشمک میزنن. خب اینا رو نگر میداریم. خب یعنی جمع و ضرب در مجموعه ها اینا چی هستند؟ بسته هستند، اما تفریق و تقسیم بازن. اما بریم سراغ آمار و احتمال. خب اینجا همین نوجوان که بالاخره نماینده شما نوجوان ها اینجا هستش، با تعجب که داره نگاه میکنه میگه مگه میشه؟ مگه اینا همش شانس نیست؟ آیا قابل پیش بینی هستن؟ این در این قسمت میخوایم ثابت کنیم که همه این چیزایی که شما فکر میکنین شانس قابل پیش بینی هستش. خب برای نمونه نگاه کنید، 2 تا تاس من میخوام با هم پرتاب کنم. ببینید 36 تا حالت به وجود میاد. 6 تا 36 تا. نگاه کن، من یکی این حالت ها رو به نمایش میدم. هیچ کدام از اینا هم تکراری نیست. تکراری باشه قابل قبول نیست. حواست باشه که 2 تا تاسه، سبزه و بنفشه، و شما بین این 36 تا اصلا 2 چیز شبیه هم پیدا نمی کنی که مثلا هر دو 1 باشن. هر دو 1 باشن فقط یه جا هستش، یا هر دو مثلا 6 باشن، هر دو 5 باشن، هر دو 4 باشن. خب ببینید من 36 تا رو پر کردم. خب حواستون باشه میتونید از این یک عکس بگیرید، بعد برای خودتون با حوصله نگاه کنید که ببینید هیچ چیز تکراری ما اینجا نداریم. اولی رو نگاه کنید، من یکی از این یک این الان نگاه کنید، یک اینم یکی، این دو اینجوری همش تا 6 رفته. حالا اینجا 1 برای سبزه ثابته، اما بنفشه داره عوض میشه. برای اینکه من اینا رو گم نکنم اینجوری کردم. نگاه کنید اینجا آخرشه، 1 با 6 تمام میشه، حالا 2 شروع میشه. نگاه کنید 2 با 1، 2 با 3، 2 با 4، همینجوری میره تا تمام شه. دوباره حالا نوبت 3، سبزه با 3، یعنی دارم با سبز میرم جلو. بنفش رو با سبز هماهنگ کردم که اشتباه نشه. خب 36 تا حالت داریم. و یک مورد دیگه سکه و تاسه. نگاه کنید. خب من سکه آمریکایی انتخاب کردم که تشخیص اون راحت تره، چون پشت روی مقدار سخته. اینا رو کله مثلا در نظر بگیریم، تاس با کله و تاس با عقاب، چون سکه آمریکایی یه طرفش عقابه یه طرفش کله است. خب این راحت تر داره تشخیص داده میشه دیگه. به این صورت اینم 6 تا با کله داره، 6 تا با عقاب داره، میشه 12 تا. چرا؟ چون احتمال سکه چقدر؟ یا کله است یا عقابه که کلا 2 تا حالت داره. اینم 6 تا حالت داره و من باید ضرب کنم دیگه. 6 تا 12 تا. خب حالا بریم یک مثال حل کنیم. در پرتاب 2 تا تاس حواست باشه که 2 تا تاس رو میخوام پرتاب کنم که مجموع عددهای 2 تاس
بزرگتر یا مساوی 10 باشه. مساوی 10 هم باشه اشکال نداره، بزرگتر هم باشه. اولی 6 و 6 که این گنده ترین 6 و 6 دیگه میشه 12 و این شرط رو داره. خب 6 با 5 میشه 11، بازم این شرط رو داره. 6 با 4 هم میشه 10، مساوی 10 اشکال نداره. 5 با 5 هم میشه 10، اشکال نداره. 4 اینجا حواست باشه که این تاس 6 4 اینجا اگر دقت کنی بنفشه 4، یعنی جای اینا عوض بشه. خودش یه حالته مثل دختر و پسره، مثلا بچه اول دختر باشه، بچه دوم پسر باشه. خب اینا حالتهای مختلفی هن دیگه. آخریش هم اینه که به این صورت 5 و 6 باشه. خب چند تا کلن حالت؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. از 36 تا حالت من 6 تا مطلوب این چیزیه که من میخوام دیگه. بعد ساده میکنی دیگه، این به 6 میشه 1، این هم به 6 میشه 6، 1 شیشم. خب یه مثال باحال دیگه هم با هم حل کنیم با ارقام 5 و 7 و 4 و این 4 تا عدده که از این سوالات معمولا کنکور سراسری هم بچه زیاد سوال طرح میشه، پس بنابراین با دقت گوش بدید که اینو یاد بگیرید. البته منتظر سوالات با کیفیت بالا رو در فیلم بعدی باشید. یک عدد میگه 4 رقمی بسازید، بعد میگه چقدر احتمال داره که این عدد فرد باشه و غیر تکراری هم باشه. خب اول من باید حساب کنم ببینم با این 4 رقم چند تا عدد 4 رقمی میتونم بسازم. خب چون 4 رقمه یکان دارم، دهگان دارم، صدگان دارم، هزارگانم دارم، 4 تا عدد دارم. این 4 تا عدد میتونن در یکان قرار بگیرن، حتی صفر هم قرار بگیره. فعلا کلی دارم حرف میزنم. 4 هم میتونه، 7 هم میتونه، چون فعلا دارم کلی حرف میزنم، فعلا به فرد بودنش کاری ندارم. خب این یکان باشه، دهگان هم همینطور. اما نگاه کنید هزارگان چرا شده 3؟ چون صفر، بچه توجه کنید، صفر نمیتونه اینجا قرار بگیره. چون صفر اگه اینجا قرار بگیره دیگه 4 رقمی نیست، 3 رقمیه. برای همین این 3 شده. حالا شما باید چیکار کنید؟ اگه یادتون باشه تمام حالت ها رو با هم ضرب میکردیم دیگه، نه اینجا رو جمع کنی، باید ضرب کنی. بنابراین من اینا رو در هم ضرب میکنم. 4 ضرب در 4 ضرب در 4 ضرب در 3 میشه 192. این حالت کل من، یعنی کلن میتونم انقدر شماره با این بسازم. خب که تکراری هم باشه اینجا، ببین تکراری هم هست. این حالت کل منه. اما شرط دوم بالا حالا رعایت کنم. باز 4 رقمی گفته باشه اما عدد فرد باشه. چرا اینجا رو 2 نوشتم؟ چون 2 تا عدد فرد اینجا میبینم، 5 و 7. ولی حواست باشه هم 5 میتونه اینجا قرار بگیره هم 7، یعنی 2 تا حالت داره دیگه. بعد از هزارگان شروع کنید. هزارگان که صفر باید بره کنار، صفر که نمیتونه اینجا قرار بگیره، این میره کنار. یکی از این فردام حتما باید اینجا باشه، یکی از اینا هم کم شده. خب بعد چند تا حالت برای من باقی مانده؟ 2 تا. هزارگان به خاطر این 2 شد. ببین از این 2 تا فرده یکیش که اینجا نشسته، یکی آزاده دیگه. الان اعدادش هم برات نمایش میدم. صفر هم که حق نداره این میشه 2. اما صدگان چرا اینجوری؟ صدگان که ببین یکی الان اینجا مصرف شده، یکی اینجا مصرف شده، چیزی که باقی مانده فقط صفر و یکی از این فردا میتونه باشه، میشه 2 تا دیگه. چرا؟ یکی از این فردا اینجا استفاده شده. خب یکی هم برای دهگان باقی میمونه، به خاطر همین دهگان یه دونه. شما دهگان رو بذار آخر، اما عدداشو بنویسم تا خوب متوجه بشی. ببین رقم یکی ها یا 5، اول با 5 نوشتمش، نگاه کن. بعد رقم یکی هاش 7، یعنی اینجا فقط 5 و 7 میتونه قرار بگیره. اما صفر رو ببین همه جا هست به غیر از رقم هزارگان. نگاه کن صفر داره میچرخه برای خودش، اما حق نداره تو رقم چی؟ 4 قرار بگیره. خب حالا میتونی اینا رو بچرخونی دیگه. نگاه کن حتی عدد فرد اینجا بیاد اشکال نداره که. ببین 7 اینجا اومده، 4 مثلا اومده، دوباره 7 تا نوشته، ولی صفر نمیتونه بیاد. اما اینجا هم نگاه کن بازم هزارگان صفر نداره، اما صفر داره میچرخه. حالا 5 داره میچرخه، 7 ثابته. نگاه کن این پایینی 7 ثابته، بالایی 5 ثابته، اما بقیه دارن میچرخن. ببین ما اون چیزی که ثابته 4 تا از این عددا 5 ثابته، یعنی اینجا قرار میگیره،
و برای همین به این گفتیم 2 تا حالت. این 2 که به این دادم یکان بخاطر اینه که یا 5 یا 7. عدد دیگه نمیتونه قرار بگیره، چون اگه قرار بگیره فرد نیست. 0 زوجه، 4 زوجه. خب حالا که حالت مطلوبمو پیدا کردم 80، دیگه کار تمامه دیگه. الان این به 8 میشه 1 مرتبه، این به 8 میشه 24 مرتبه. خب موفق و پیروز باشید. منتظر سوالات خفن این فصل در فیلم بعدی باشید که اصل بچه فیلم بعدیه. این درسنامه هاست، اما با درسنامه ها باید تمرین حل کرد که متوجه بشید که کاربرد اینها به چه صورتیه.